بچه ها، من اومدم به ویدیو آموزشی که این دفعه میخوام یه دونه پیانو بسازم. بریم سراغ ویدیو. برای ساخت این پیانو اول به رزستون بلاک، کله اند دراگون، پیستون با چوب، هر چوب دلتون میخواد، حتی سنگم فکر کنم میشه، آرماندستان نمیدونم، از این تخت هر رنگم دلتون میخواد. اول 4 تا میکنید، 4 با 2 اینجوری که اینجوری شه. بچه من گستم گرفته، بخشید من مریضم. اینا از این من میذاریم، اینا میذاریم، نه وای چرا کنده؟ من اینو درستش کنم. خب برو گم شو. اینجا بازم میذاریم، بس. خب همین. الان یه ذره از کارو رفتیم. بچه یه لحظه من اینجا داره بارون میاد. بذار من تایمو درست کنم. تایمو تایمو صبح کردم، بارون قطع کردم. بکن. بچه من دستم اینجوری نبود، یعنی کامپیوتر نبود، دستم اون چیز اصلی ماینکرافت هستا که قدیما اونجوری بود. من همیشه اونجوری بازی میکردم، اما فهمیدم که اینجوری خیلی بهتره. میدونی چرا؟ چون هم تندتر میذاره، هم خیلی بهتره بذارم. نه میکنی لازم باشه اول پیستون، بعد اینا رو میکنید، حتما باشه، اگر نه دوباره میکشدش به سمت خودش. خب اینجا هر دیزاینی خودتون دوست دارید بذارید، هر دیزاینی. بگم شما هر دیزاینی دوست دارید بذارید. من دارم اینجوریش میکنم. بذار پیانو یه چیزی که زارش به نظرم خیلی بد شد. بذار من میدم چیکارش کنم. اینا کو یا رو من میدارم، بعدش از اینا بچه من اینجا کات کنم خسته نشید شما. خب یه دیزاین خفن میخوام بزنم. و اینا رو بیکنم جروش هست، اما توش کنم. خب نه همینطور خوب بود. اما اینجوری یه ذره بد شد. بچه ندارم از رو خودتون دوست دارین دیزاین کنین. من اینجوری بسا نه اینجوری نمیسا، اینجوریش کنم، اینجوری صورت صاف. بدتر میشه، بهترش کنم، بدترش کنم. اینجا هم چوب میذارم، هرچی خودتون دوست دارین دیزاین کنین. من اینجا رو چوب میذارم، صندلی هم واسش بذاری.
بعد صدا که اگه بخوایم برش بذاریم که من الان اینم نشونتون باید صدا داشته باشه. الان نشونتون میدم. خب اینجا اینو میذاریم اینجا زش اینجا. من دارم میزنم. چرا اشکال نداره. خب اگه از ویدیو خوشتون اومد لطفا لایک و ساب یادتون نره تا یه ویدیو دیگه. فعلا خداحافظ.